در جمهوری تاتارستان روسیه نزدیکان و خویشاوندان 122 قربانی کشتی غرق شده این فاجعه را دسته‌جمعی به یاد آوردند. 3 سال پیش کشتی بلغاریا با مسافری بیش از معیار مقرر شده اثنای حرکت از منطقه بولگار به شهر قزان در رود والگا غرق شده بود. هفته روان در ارتباط با غرق کشتی بلغاریا 5 نفر با جرم سوء استفاده از قدرت و نادیدگیری دستورهای امنیتی از آزادی محروم شدند. در روسیه فردی که بعد خشونت‌های ضد حکومتی به معالجه اجباری در بیمارستان روحی محکوم شده بود، از بیمارستان شهر چیخوف رها شد. ماه اکتبر دادگاه میخائیل کاسنکو را با حمله بالای افسر پلیس در میدان بلاتنای مسکو در ماه می سال 2012 مجرم دانسته بود. دادرس ابراز داشت که کاسنکو در گذشته از سرش جراحت برداشته است و نباید زندانی شود. او به جای زندان کاسنکو را به طبابت اجباری در بیمارستان روحی محکوم کرد. ماه ایون یک دادگاه دیگر هم تاکید کرده بود که کاسنکو امکان دارد از بیمارستان آزاد شده طبابتش را طور معمولی ادامه دهد. در پایتخت اوکراین شهر کیف اعتراضگران تقاضا کردند که زن خلبان اوکراینی نادیا ساوچنکو از بازداشتگاه روسیه رها گردد. آشوبگران ساوچنکو را که در یک صف با گروه‌های جانبدار حکومت اوکراین بر ضد نیروهای رو به مسکو قیام کرده بود، در ماه ایون در منطقه لوهانسک اوکراین بازداشت نموده به روسیه انتقال دادند. در روسیه ساوچنکو با داشتن نقش در کشتار 2 خبرنگار روس متهم می شود. این خبرنگاران 17 ایون در نزدیکی‌های لوهانسک به هلاکت رسیده بودند. در پاکستان نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی با رهبران قبیله‌های شمال وزیرستان واخوردند تا کوشش‌های کمک به مردم بیخانه و جای مانده را بررسی نمایند. شرکت کنندگان ملاقات در شهر بانو درباره انتقال یاری‌های فوری و تشکیل تحصیل کودکان مردم فراری تبادل نظر کردند. با آغاز عملیات نظامی نیروهای دولتی پاکستان بر ضد آشوبگران در ماه ایون صدها هزار نفر شمال وزیرستان را ترک نمودند. در مسجد مرکزی شهر المعطای قزاقستان 15 نورس در آزمون تلاوت قرآن اشتراک کردند. آنها در تلاوت دانستن سوره ها و جزوهای کلام شریف سبقت نمودند.